وقتی آبیم در کوچه می نشینیم لیکن بر نماز ذوق نداریم. مونیس ما و شما، یاردمچی ما و شما باید هر زمان نماز باشد. نماز از یک جانب اگر رضاگی پروردگار و خوشنودی خدا باشد، حضرت حذیفه میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا حضبه امر فضع الى الصلاه ان احدكم اذا صلى يناجي ربه. این بخاری روایت میکنه. حذیفه میگوید وقتی پیغمبر خدا را میدیدیم که یک مشکلات بالاش می آمد، یک درد بالاش می آمد، در حال میگوید در نماز چیکار میکرد؟ شروع میکرد. در حال همون حاجت همون مشکلات از نماز میجوست. این برادرای عزیز почка айс намед чудаи асри 21 ҳисоб мехӯрад. то охири видео тамошо кунед. ман мегӯям ки барои чӣ. якумаш санги гурдара бе ягон дард мерезона. хун, рег, намак чизе ки набоша дар гурда ҳамаша бе ягон дард мерезона. филтратсияи гурдара назм мекуна, хунукиша мегира, гардиши хуна соз мекуна ва як бисёр фоидаҳои дигар дорад ки вақти хӯрден ба мефаҳмем ки барои чӣ ин чудаи асри 21 буда. ҳамчунин ин бо хондани оятҳои қуръони карим тайёр шудааст ва ҳатто шумо худтон метавонед ки дар ҳамин танаш бухонед. бардорани гиромӣ, агар шумо заказ кардаи мошин дар WhatsApp мо нарисен, агар WhatsApp моро надошта бошед, дар ҳамин комментария дар омада WhatsApp нависед, мо дар ишкаи шумо WhatsApp худро равон мекунем. қади паст дорем мехоҳед қаду баланд бошад? марҳамат бародаро ва хоҳарое ки мехоҳанд қади баланд ва зебо дошта бошанд, ба шумо Uzmax истеҳсоли Турсия беҳтарин роҳи ҳал аст. метавонед қади худро аз 7 то 10 сантиметр дароз кунед. میگوید در شهر کوفه یک تاجری بود، بسیار تاجری صادق بود، بسیار تاجری صادق بود و تمام مردم مال و ملک در دست وی میدادند که وی بسیار امانت خوب نگاه میکنه. باری میگوید این تاجر اراده سفر کردند و در راه میگوید یک مرد پیش راهی او را گرفت و گو میخواهم که در همین اسب تو همراه تو یک جا سوار شوم و این یک تنگه را برای رهکیرا رهپولی مرحمت به تو تسلیم میکنم و من هم به همون منزلی که شما میروید همونجا میروم، مرا نمیبری. این مرد خدا ترس در حال وی هم در اسب سوار کرد. آمدن به یک بیش هزار میگه رسیدند و این مرد از عقب نشسته گفت این راهی که تو رفته ایستاده راهی دراز است، اگر به این جانبی که من به تو اشاره دارم به این جانب اگر میانه بر میگویم ما و شما، اگر با این جانب رویم باز راه کوتاه‌تر می شود. این تاجر گفتن من به این جانب راه را ندیدم، گفتن من تو را راهنمایی میکنم. این حضرت میگوید اسب را همون جانب گردانید. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاجری بود، بسیار تاجری صادق بود، بسیار تاجری صادق بود و تمام مردم مال و ملک در دست وی میدادند که وی بسیار امانت خوب نگاه میکنه. باری میگوید این تاجر اراده سفر کردند و در راه میگوید یک مرد پیش راهی او را گرفت و گو میخواهم که در همین اسب تو همراه تو یک جا سوار شوم و این یک تنگه را برای رهکیرا رهپولی مرحمت به تو تسلیم میکنم و من هم به همون منزلی که شما میروید همونجا میروم، مرا نمیبری. این مرد خدا ترس در حال وی هم در اسب سوار کرد. آمدن به یک بیش هزار میگه رسیدند و این مرد از عقب نشسته گفت این راهی که تو رفته ایستاده راهی دراز است، اگر به این جانبی که من به تو اشاره دارم به این جانب اگر میانه بر میگویم ما و شما، اگر با این جانب رویم باز راه کوتاه‌تر می شود.
این تاجر گفتن من به این جانب راه را ندیدم. گفتن من تو را راهنمایی میکنم. این حضرت میگوید اسب را همون جانب گردانید. میگوید در یک جای رسیدیم که علفهای بلند داشت و نگاه کردم که استخوان‌های زیادی آدمیزاد در اونجا پرتافته شده است. و این مرد میگوید در حال مرا از بالای اسب تیله کرد، در زمین زدم و کارد خود کشید و گفت الحال من تو را هلاک میکنم و آن مال و ملکی که در دست خود داری اونها را همه را برای خود ذخیره میکنم. این مرد گفتند مادام نیتی تو این ناپاک این باشد اجازت نمیدهی که من 2 رکعت نماز خوانم و پروردگار خود راز گویم، بعد او میلش من راضی هستم. این ظالم گفتن امین استخوان‌هایی که در پهلو میبینی همه امینها هم مثل تو گفت آرزو داشتن، آرزو کردن و از من طلب کردن که 2 رکعت نماز خوانیم. من به آنها اجازت دادم لکن نماز به آنها دستگیرم نشد. این حضرت که از تحت دل نماز میخواند، نماز ریایی نداشت، نماز برای مردم نشان دادن نداشت، نماز صدقاً بود. گفتن میلش، گفتن هرچی باد آباد من 2 رکعت نماز خوانم. گفتن خواندن بگیر. این حضرت میگه جای نماز پرتافتن، شروع کردن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سوره فاتحه را تا آخر خواندن. مادامی که خوف این ظالم در دل او غلبه کرده بود دیگر زمی سوره یادش نمی آمد، نمی دانست کدام سوره را بخواند. هر چی فکر میکرد در یادش سوره نمی آمد. در حال میگه در زبانش سوره دورگشت از سوره نحل، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این آیت میگه در زبان این تاجر در حرکت در آمد که معنای اینه. مفسرای قرآن میگوید این است که کیست آن ذاتی که بنده که در مشکلات افتیده باشد او را دستگیر شود و بدیها را از این بنده دور سازد. کیست همچنان ذات؟ این ذات کی است؟ این ذات همون ذات یک و یگانه هست. وقتی میگوید خان نماز و سلام داد، نگاه کرد که یک اسب یک سواره دارد و چنان با یک صورت تیز بالای این ظالم میگد هجوم کرد و این ظالم میگد سری او را از بدنش جدا کرد. و این تاجر گفتن ای دوستی خدا، گفتن بسیار موافق آمدی و در وقت ضرورت آمدی، تو کی هستی؟ گفتن من خادمی اما یجیب المضطر هستم، من خادم همون ذاتی هستم که تو به سوی درگاه او فریاد زدی. اون ذات مرا روان کرد تا که تو را از این دست ظالم نجات دهم. رسول اکرم نماز که میخواندن در نماز یاردم از جانب پروردگار طلب میکردن. از این خاطر این نماز ما و شما از یک جانب اگر خوشنودی خداوند باشد، از جانب دیگر همه حادثه ها را رفع میسازد، همه مشکلات دور میسازد. اگر شما صدقاً در بالای جای نماز از خدای خود زاره و تولا کنید، خدای شما فریاد شما را میشنود، خدای شما حاجت شما را میبرارد. خداوند خود میگوید من چنان به شما نزدیک هستم که حتی از همین رگ خونگرد گردن شما هم دیدم. از این رگ به شما نزدیک تر هستم و صدای شما را میشنوم و حالت شما را میبینم. آیتی که تلاوت کردیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون، سوره مؤمنون است. آیه های 9 تا 11 او هست. میگوید خداوند آن کسانی که 5 وقت نماز را خواندند، چی زن باشد
چی مرد باشد، چی موی سفید باشد، چی کمپیر باشد، چی جوان باشد. 5 وقت نماز وقتی که میخواند اولئک هم الوارثون، خدا میگوید اینها میراث برنده هستند. کسانی که 5 وقت نماز میخوانند اینها میراث میبرند. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. چی میراث میبرند؟ اگر پدر ما و شما از دنیا گذرد، ما فرزندهای او مال او را میراث میبریم. کسانی که 5 وقت نماز میخوانند چی میراث میبرند؟ خدا گفت که اینها فردوس را میراث میبرند، فردوس را میراث میبرند و در همین فردوس هم فیها خالدون، مخلد در اینجا میلیون ها سال راحت فردوس میبینند. کسی که 5 وقت نماز ادا میکنه. رسول اکرم میگوید اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. هر وقتایی که شما میخواهید که در جنت وارد شوید، از جنت فقط فردوس طلب کنید. فإنه اعلى الجنة و اوسط الجنة، زیرا فردوس در بین جنت جایگیر است و بالای جنت فردوس واقع است. منه تفجر الانهار. رسول اکرم گفت فردوس صفتش این است که تمام آبها، چشمه ها از همین فردوس جوش میزند، بیرون میشود و در تمام اطراف جنت دور میگردند. مرکز اساسی فردوس است. و فوق عرش الرحمن، و فوقه عرش الرحمن، بالای فردوس رسول اکرم گفت عرش پروردگار میستد. شما وقتی که جنت طلب میکنید فردوس طلب کنید. فردوس کیها میراث میبردند؟ کسانی که 5 وقت نماز دارند، 5 وقت نماز میخوانند، صدق از برای خدا میخوانند. عن ابی مسلم تغلبی قال، ابی مسلم تغلبی روایت میکند که دخلت على ابی امامه و هو فی المسجد. من روز نزد ابی امامه رفتم که وی در مسجد نشسته بود. فقلت یا ابی امامه حدثني منك انك سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول. من گفت از نام تو یک حدیث شنیدم ای ابی امامه، که از نام تو روایت کردن که گویا که پیغمبر خدا گفته باشد. چی گفته باشد؟ من توضأ فاسبغ الوضوء غسل یدیه و وجهه و مسح على رأسه. شنیدم که شما ای ابی امامه گفته بوده این که از پیغمبر خدا شنیدم کسی که طهارت میکند، کسی طهارت میکند و در بهترین صورت طهارت میکند، طهارت سراسیمه، طهارتی که در هر یک شستن اعضا بسم الله الرحمن الرحیم گفته، هر یک موضع را از آب تر میکند. بعد از آن رسول اکرم گفتند بعد این روی خود میشوید، پایهای خود میشوید، بالای سر خود محض میکشد. ثم قام الى صلاة المفروضه. بعد از آن آمده در نماز فرض قائم می شود. غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. پیغمبر خدا گفتند همان روز
چی گناهی که پاها کرده باشد، چی گناهی که دستها کرده باشد، چی گناهی که چشمها کرده باشد، چی گناهی که گوشها کرده باشد، خداوند با این 5 وقت نمازی که وی خوانده است همگی را مغفرت میکند، همگی را مغفرت میکند. فقال والله سمعته مرارا من النبی. این ابی امامه گفتند، ای ابو مسلم گفتند به خدا قسم این حدیث من 1 بار نه بلکه 10 بار از زبان پیغمبر شنیدم که می گفتند که هر کسی 5 وقت نماز ادا کند این مکافات ها در خداوند وی نائل میگرداند. این از اهمیت نماز، این از فضیلت نماز برای هر کدام ما و شما. رسول اکرم میگوید من حافظ علیها كانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامت. کدام زن و مردی که 5 وقت نماز محافظت میکند، 5 وقت نماز میخواند، تنبلی نمیکند، کار دنیا پیش وی نمیگیرد، بیماری پیش وی نمیگیرد، لباس های بی نماز دارم گفته پیش وی نمیگیرد، 5 وقت نماز اگر کسی ادا میکند وی در روز قیامت نجات دارد از عذاب خداوند و برای خود دیپلم دارد، برای خود دیپلم دارد. چگونه که ما و شما در دست یک دیپلم میگیریم، یک حجت میگیریم و در هر کارخانه‌ای که میرویم و نگاه میکنن که در اصل ما خواندگی هستیم و ما را در همون کارخانه قبول میکنن، این نمازها برای ما و شما انا همون دیپلم میشود، انا همون حجت میشود، در دست ما میدهند، این کلید بهشت میشود. این ما و شما نشان میدهیم، ملائکه ها ما و شما را میگن داخل شوین در جنت. اگر همین اجازت نامه در دست ما و شما دادن نشود ما و شما وارد جنت نمیشویم. کسی 5 وقت نماز دارد تصور کند که خدا وی چی داد؟ اجازت نامه ورود جنت داد. لیکن در دوام حدیث گوش می اندازیم و من لم یحافظ علیها. لیکن کدام بدبخت و ناشکری که 5 وقت نماز نمیخواند، 5 وقت نماز در سستی دارد، در 5 وقت نماز بی پروا است، لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا و کان یوم القیامت مع فرعون و هامان و ابی ابن خلف. چه وعیدی سخت است، چه ارزنده هستند این طایفه بی نماز. رسول اکرم گفت کسی که 5 وقت نماز نخواند، این نعمت پروردگار در کفران کرد، ناشکری کرد، اینها در روز قیامت نجات ندارند، اینها در روز قیامت اجازت نامه ندارند، بلکه اینها چیکار میکنند؟ اینها روز قیامت پدرشان وارثشان فرعون است. فرعون. فقال این ربکم الاعلا. این بدبخت گفته بود من خدا هستم. بی نمازها همراه فرعون هستند. هامان گفته کی را میگن؟ وزیر این بدبخت، وزیر فرعون هامان بود. کسانی بی نماز همراه هامان هستند و کسانی بدبخت بی نماز همراه ابی ابن خلف هستند، دشمن سرسختترین پیغمبر ما و شما. کسانی بی نماز در بعض روایت قارون هم آمده است. آدمای بی نماز همراه قارون هستند. من میخواهم که شمس الدین ذهبی را همراه بعضی از مفسرین، چرا پیغمبر خدا فرعون گفت، چرا پیغمبر خدا هامان گفت، چرا پیغمبر خدا قارون گفت، چرا پیغمبر خدا ابی ابن خلف گفت، چرا گفت؟ این عبرت است. میگوید اگر کدام پادشاهی که نماز نمیخواند وی همراه فرعون است، زیرا فرعون چی نگذاشت که نماز بخواند؟ سلطنت، پادشاهی.
پادشاهی نگذاشتش که وی نماز خواند. هر پادشاهی که در دنیا نماز نمیخواند وی همراه فرعون است، گفت شمس الدین ذهبی و دیگر مفسرای قرآن. و کسی که برای چی هامان ذکر شد؟ هامان وزیر بود. کدام وزیری که نماز نمیخواند وزیری او سبب می شود و وی بی نماز از دنیا میگذرد، وی همراه هامان است. قارون چرا ذکر شد؟ وی ثروتمند بود، وی بی نهایت میلیاردر بود، وی در همون بانک های شویتزاریا بگیم پول داشت، مال داشت. وی برای چی ذکر کرد پیغمبر؟ برای آنکه کدام انسانی که میلیاردر است، کسانی که ثروتمند و دولتدار هستند و همین ثروت و دولتشان مانع شد و آنها را نگذاشت که نماز خوانند، وی همراه قارون است. امیه ابن خلف چرا ذکر شد؟ این بدبختی ناکس، این خدازده در دوره های پیغمبر خدا روپروی پیغمبر آمدن و گفتن ای محمد، گفتن صلی الله علیه و سلم، من گفتن یک اسبی را تربیه دارم، یک اسبی را فربه کرده ایستاده هم. برای چی؟ گفت محمد. گفت برای هلاک تو ای محمد. من بالای این اسب سوار می شوم، هجوم بالای تو میکنم ای محمد و تو را نابود میکنم. این اسب در خانه بهر این من تربیه دارم. اینا کس نمیداند که محمد بی صاحب نبود. این بدبخت نمیدانست که محمد چنان پشتیبانی داشت که دنیا را در یک میجه زدن نابود میکرد. محمد این گونه صاحب داشت. مدعی خواست، سعدی میگوید مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. مدعی میخواهد، امریکا میخواهد، انگلیا میخواهد، ژاپن میخواهد که مسلمان ریشه کن کنه، لیکن مسلمان صاحب دارد، خدا دارد، خدا پشتیبانش میشود. انشاءالله اینا ریشه کن میشوند، اینا هیچ وقت غالب بالای ما و شما نمیآیند. وقتی که خدا خود میگه ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، همه شما بی پروا باشین ای امت تاجیکستان، ای مردم تمام مسلمان بی پروا باشین که من خود قرآن فراوردم، من خود قرآن روان کردم، من محافظ چی قرآن هستم. اینا کسی تا قیامت نابود کردن نمیتونه، کسی نمیتونه. محمد اقبال میگوید از فنا این قوم بی پرواستی. محمد اقبال خدا رحمت کرد، من اون زیارت کردم. میگوید از فنا این قوم بی پرواستی. برای چی ما بی پروا هستیم؟ برای چی بی پروا هستیم؟ از فنا این قوم بی پرواستی، استوار از نحن نزلناستی. ما استوار به همین آیتیم، این نحن نزلنا ذکر و این له لحافظون. ما استوار به همین آیت هستیم که خدا خود وعده میکند که ما پشتیبان مسلمان هستیم، ما پشتیبان قرآن هستیم، ما تکیه به همین آیت داریم. از فنا این قوم بی پرواستی، استوار از نحن نزلناستی. تا خدا ایطفی او فرموده است، از فسودن این چراغ آسوده است. خدا میگوید تا وقتی که من خود این چراغ پوف نکنم، این چراغ تا زمانی که من خود خاموش نکنم، اینا هیچ کس خاموش کردن نمیتونه. این چراغی هست که هر روز چراغ احمدی را حق به افروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. کسی را پوف میکند و خود میسوزد. هیچگاه قرآن نمیسوزد، اسلام نمیسوزد، اسلام شکست نمیخورد. این امیه ابن خلف فکر کرد که من این اسب تربیه کردم قطعی محمد را هلاک میکنم. چی میداند که از دست محمد او هلاک میشود؟ ای بریده، ای بریده آن لب و حلق و دهان، به این دشمنان اسلام رومی مراجعت میکند. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف برویش باز گردد بیشکی، توف سوی گردون نیابد مسلکی.
این توفی که اونها دارن، این هجوم هایی که اونها دارن، اینها میگوید به سر خود ایشان می آید. اینا در آسمان هیچگاه جای نمیابند که اونها استوار شوند. جنگ احد بود، این بدبخت در همون اسب سواره خود سوار شد. از اون جانب محمد بود صلی الله علیه و سلم، از این جانب این مشرکان عرب با همراهی ابو سفیان که این جنگ را بیشتری پول از جانب ابو سفیان شد برای طرفداری مشرکان، از اون جانب حرکت کرد ابی ابن خلف با اسب خود. صحابه پیغمبر گفتند که رسول اکرم اون ناکس هم با تو میخواهد هجوم کند. رسول اکرم گفتند بگذار پیش بیاید، بگذار پیش بیاید. ابی ابن خلف نزدیک آمد. رسول اکرم یک نیزه را برداشتند و جانب این دشمن سرسخت حواله دادند. این نیزه آمد، راویا میگویند در گردن ابی ابن خلف زد. از ضرب سخت محمد ابی ابن خلف بر زمین زد و از جای خود خیست، در اسب سوار شد و پس گشت، از میدان جنگ برآمد. ابو سفیان خنده کرد، گفته ابی ابن خلف در گردن تو اونقدر جراحی و از بینی نیست که تو مثل گاو فریاد زده ایستاده ای. گفت ابو سفیان گفت قسم به لات و عزا، وای به خدا باور نداشت، به همون هیکل ها باور داشت. گفت قسم به همون لات و عزا که تو میدانی که این ضربه کی است؟ این ضربه محمد است، این ضربه آدم عادی نیست، این ضربه محمد است. گفت و گفت به خدا قسم، گفت به همون لات و عزا قسم که اگر این درده که در گردن من است اگر در مردم حجاز تقسیم کنی همش هلاک می شود. و این ابی ابن خلف با همین داد و با همین فریاد بدبخت از دنیا گذشت. روز قیامت بی نمازهایی که به تجارت مشغول بودن و تجارت اونها را نگذاشت که اونها نماز خوانند، ابی ابن خلف تاجر بود، در زیر بیرق ابی ابن خلف میخیزند. کدام تاجره که امروز نمیخواهد یا اینکه دکان نمیتواند که در او را، دروازه او را بپوشد و نماز جمعه خواند و نماز 5 وقته خواند، فردای قیامت در زیر بیرق این ناکس، این نالایق ابی ابن خلف سر میبردارد. چی ناخوب است، چی زشت است، چی شرمندگی هست که آدم در زیر بیرق فرعون، در زیر بیرق هامان، در زیر بیرق قارون، در زیر بیرق ابی ابن خلف خیزد. چی خوش است که ما و شما در زیر بیرق محمد اگر سر برداریم. چی خوش است که اگر ما و شما در زیر بیرق ابو بکر اگر سر برداریم. چی خوش است که در زیر بیرق عمر که در محراب از دست فیروز ابو لولوی مجوسی زده شد، روده ها برآمدند، حضرت فریاد زدند آیا عبدالرحمن ابن عوف هست؟ گفتن هست. گفتن پیش در آمد. حضرت در همون حالت از پس عبدالرحمن ابن عوف نماز خواندن عمر ابن الخطاب، در حالتی که روده های مبارک کشال بدن، نماز خواندن، تمام کردن. اونها مثل ما و شما مثل دانچین، مرغ دانچین نماز نمیخواند، بلکه 2 رکعت نماز او ساعت دوام میکرد. حضرت طاقت کردن نماز خواندن. چی خوب است که ما و شما در زیر بیرق عمر سر برداریم. چی خوب است اگر ما و شما در زیر بیرق عثمان سر برداریم. چی خوب است اگر ما و شما در زیر بیرق علی سر برداریم. این برای ما و شما خوب است. خوش به حال همون خانواده ای که اصلاح شده است. خوش به حال همون زن و مادر و کودکایی که در خانه سحر میخیزند، با یک حالت وزنی چشمها را میشکند، خواب اونها را غلبه میکند. لیکن ایمان، لیکن این مردی بزرگی که در خانه سرفرمانده خاندان است، اونا را بیدار میکند و جای نمازها پرتافتگی نماز میخوانند. خوش به حال اون خاندان چه مبارک خانه هست. رسول اکرم میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. بی قدرترین، بی حیاترین
شرمنده ترین انسان در روی دنیا نفری هست که نماز ندارد. در بین تمام ملت در بین این 7 میلیارد آدمی که در دنیا زندگی میکنند، رسول اکرم گفتن لا سهم. سهم گفته قدر قیمت میگن. قیمت ندارد شخصی که نماز نداشته باشد. بی آبرو هست، شرمنده هست. یک شیخ خواستن که سفر کنن و سفر او با طریق راه بحر بود. آمدن نزد ساحل و کشتی منتظر بود حضرت در کشتی نشستند. وقتی که کشتیبان کشتی را حرکت دادند، در بین ساحل رسیدند. این شیخ به همین بحر نگاه کرد که حیوانهای آبی یکدیگر را میخورند. حتی نگاه کرد که ماهی را میخورد. شیخ در حیرت افتاد. این چی معامله باشد که حیوان میخورد؟ این بار اول میبینم که ماهی را میخورد. کشتیبان فریاد زد، گفته دوستی خدا این چی معامله هست که امروز من میبینم؟ گفتن ای شیخ، گفتن این 10 سال شد که من در این ساحل، در این دریا مهنت میکنم، کشتی خودم میرانم، این احوال را مشاهده میکنم که حیوانهای دریا یکدیگر را میخورند، حتی ماهی‌ها را میخورند. شیخ در حیرت افتادند و در حال برای سیر این آشکار کردن جای نماز پرتافتند، به سوی پروردگار خود مناجات کردند، خدایا از سیر این ما را خبر بده. این چه احوال شد؟ این دهشت است، گفت این مصیبت است. مناجات آمد. ای دوستی خدا، گفت باره در این کنار بحر یک شخص بی نماز خواست که از این آب بحر بنوشد. فکر کرد که این آب شیرین است. وقتی میگوید در دهان خود یک مشت آب گرفت و انداخت و دهان او را نافار کرد، زیرا که آب بحر تیز است، تروش است. در حال میگوید همون آب پس گردانید در بحر پرتافت. از زمانی که آب این دهان بینماز در این بحر پرتافته شد، این مصیبت در بحر فرا گرفت. از یک آب دهان بینماز امروز در این داخل بحر مصیبت است. امروز حیوانها به حیوانها هجوم دارند، ماهی‌ها یکدیگر را میخورند. از چی حساب؟ از حسابی که این بینماز آب دهان خود در بحر پرتافت. وقتی که اگر آب دهان او اینقدر ضرر داشته باشد، پس وجود او در بین این بالای زمینی که دور میگردند چقدر ضرر دارد. میگوید زمین روز 3 بار به سوی پروردگار زاره میکرده است، ای پروردگارا به من رخصت بده. چی رخصت بده؟ رخصت ده که تا 3 طایفه را در قعر خود کشم، عذاب دهم. خداوند میپرسید است ای زمین اینها کیا هستند؟ میگفت است یکم کسانی که مردم را بیگناه خون میریزند. مردم مسلمان را بیگناه خون او را میریزند، این طایفه را من طلب دارم. و دوم این طلب من این است که کسانی که از زنا در بالای من غسل میکنند، وای به حال جوانی که زنا میکنی. زمین امروز مثل همون سگی که به سوی یک انسان غرس دارد، صدا میبرارد که وای کشاده کنند تا که وای کنده کند، پاره پاره کند. امروز زمین نسبت تو غضب دارد که پروردگارا آن موی سفید است
وای زن است، وای کمپیر است، دختری جوان است، جوانی جوان است. خدایا بر من اجازت ده تا که این طایفه ای که از زنا در بالای من غسل میکنند، اینها را من چیکار کنم؟ با فرو در شکم بی خود بکشم. اونا فکر میکنند زناکار که زنا کردم غسل کنم پاک میشم. تو پاک نمیشه. از زنا انسان پاک نمیشه، وای دایم جنوب است. آدم از کدام وقت پاک میشد؟ وقتی بازن حلالی خود میرسد. این حالت ده آب وای پاکیزه میکند، آب از وای نفرت دارد. سوم، همان کسانی که نماز نمیخوانند، پروردگار را رخصت ده که اینها را من بر شکم بی خود فرو برم. یقین است ما و شما روز وارد قبر میشویم که این شکم بی زمین است. چه بدبختی است که اگر ما و شما خون یک برادر ریزانده باشیم، یا چه بدبختی است که ما و شما زنا کرده و توبه نکرده باشیم. چه بدبختی است که ما و شما اگر نماز نخوانده باشیم. وای به حال ما و شما که قبر نسبت ما و شما چی احوال بدی را در اونجا برقرار میکنه. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، حافظ میگوید هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر رو نمرده به فتوای من نماز کنید. کسی که در دنیا میگوید اگر نماز نمیخواند، حافظ شیرازی میگوید که ای مردم به فتوای من این که وای نمرده هم که باشد جنازش خوانید که وای در قطار آدم مرده ها هست. جنازش بخوانید، گفتند که وای هلاک شدگی هست، وای مردگی انسان در بین مردم به شمار می رود کسی که نماز نمی خواند. خدا رحمت کند حافظه. باز می گوید شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد. این شیطانی که امروز تمام امت اسلام وسواس می کند، از نماز باز می دارد، این کثافت یک خطای کرده بود. وقتا این خطا را کرد، خودش را خدای زمین وقتی که خواند، خداوند ای را از درگاه چکار کرد؟ رانده کرد. گفت تو از درگاه ملائکه ها دور شو که تو ملعون هستی، تو لعنت کرده شده هستی، تو مردود هستی، تو مرجوم هستی. از این درگاه گفت این جای تو نیست. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. دیگر خطای شیطان این بود که وقتی خداوند آدم آفرید و گفت ای جمع ملائک، اون زمانها شیطانم در قطار ملائکه ها بود، گفت آدم سجده کنین. همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. چی گفت؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. پروردگار گفت مرا تو از آتش آفریدی و یا از خاک آفریدی. آتش لایق نیست که خاک سجده کنه. از روی این گفتار شیطان پروردگار از درگاهش رانده کرد. حافظ امین یادآوری میشد که شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماز. او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. حافظ میگوید این شیطانی که دوزخی هست، کافر است، ملعون و مردود و مرجوم است، این از بینماز بالاتر است در قدر و فضیلتش، زیرا که وی آدم سجده نکرد، لیکن این انسان ها خدا را سجده ندارند. حضرت عیسی میگوید باره میگوید به یک کوه گذشتم، نگاه کردم که بی نهایت درختاش میوه‌دار بود، چشمه های زیاد داشت و بسیار کوهستانش سبز بود. یک منظره خیلی خوبه بود. مردمش پیش من دویدن و بر من هر گونه مال دادن، من مالی اونها را قبول نکردم و بسیار با دولت محله بود. با اونها دعای خیر کردم و پس گشتم. 3 سال بعد
باز به همون وادی گذر کردم. نگاه کردم درختها همه خشک، چشمه ها همه خشک شدگی. یک بیابانی تماما بگیم در نظر انسان نفرت آور اون محله را فرا گرفته است، کسی در اونجا زندگی نداره. و سوی پروردگار مناجات کردم، خدایا این چی منظره زیبا بود 3 سال پیش، چی حالت شد؟ از نزد پروردگار صدا آمد که در این محله بار یک آدم بینماز در این چشمه های این محله غسل کردند، آبازی کردند. از حساب گفت آب بدن همین بینماز این بستان سرا را ما چکار کردیم؟ به این خرابزار مبدل کردیم که این بینماز در این محله داخل شد و آب بدن این چی شد؟ در این بستان سرای ما داخل شد. این است وعید آدم بینماز. برادرای عزیز، ما و شما کار کنیم از طایفه آدمهای بینماز نباشیم. چه عذاب دردناک است، چی واخوری های ناخوب در روز قیامت برای آن کسانی که دنیا در بینماز از دنیا سفر میکنند. بینهایت عذاب دارند. وقتی در زیر بیرق فرعون و هامان و قارون و ابی ابن خلف باشد، پس دیگر چی جایی وصفش است؟ دیگر چی جایی بیان کردنش است؟ سعدی میگوید وامشمده که او بینماز است. آدم بینماز میگه اگر نزد تو بیاید قرضدار، اگر یگان معرکه دارد یا میخواهد که از تو قرض بگیرد، وامشمده که او بینماز است. تو و یک قرض نتی میگوید. برای چی؟ آیا سعدی رحم نداشت؟ آیا سعدی دلش به مردم نمیسوخت؟ وامشمده که او بینماز است، گرچه دهنش زفاقه باز است. او قرض خدا نمیگذارد، از قرض تو نیز غم ندارد. حضرت میگوید اگر از گشنگی هلاک شود شما با وی قرض ندهید. میگوید زیرا که آدم بینماز وقتی که نماز قرض پروردگار باشد، وقتی وی قرض خدا را ادا نمیکند وی پروای قرض تو ندارد. این از تعلیماتی پیشواهای ما و شما. من فتوای 4 امام به شما میگویم. امام احمد حنبل نسبت به نماز چی میگوید؟ این 4 صاحب مذهب هستند. دنیای اسلام در زیر این 4 مذهب قرار دارد. یکی امام احمد حنبل است، یکی امام شافعی است، یکی امام مالک است، یکی ابو حنیفه ما و شماست. همه اونا از ما و شماست. لیکن امروز که ما و شما در زیر مذهب ابو حنیفه هستیم، از این خاطر من میگویم که ابو حنیفه ما و شماست. امام احمد حنبل میگوید کسی که بینماز است وی کافر است. دلیلهاش انشاءالله من جمعه آینده به شما باز در باب بینماز گپ میزنم از آیاتهای قرآن. با چه آیت امام احمد حنبل این صاحب مذهب است، میلیون ها نفر در زیر مذهبش عالم ها و مولوی ها دارد، وی بیدلیل کافر نمیگوید، میگوید کافر است. امام مالک میگوید بینماز کافر است. امام شافعی میگوید به زمیانی که بینماز کافر است قتلش واجب است. این امام شافعی گفتند. این کتاب است، این نه کتاب حاجی میرزاست، نه کتاب یگان مولوی یگان داملای دیگه است. این کتاب خدا و پیغمبری خداست. این قول مجتهدان ما و شماست. امام ابو حنیفه چی گفتند؟ گفتند کسی بینماز باشد وی زندانی کنید، زندان برید، در زندان 3 روز وی را محکم کنید و پیشنهاد کنید نماز قبول میکنی یا نه. اگر نماز قبول کند کشاده کنید وی، اگر نماز قبول نکرد نزد او طعام نگذارید، با همون گرسنگی در زندان هلاک شود. این قول امام ابو حنیفه است. هیچ قولش برای بینماز خوب نیست، هیچ قولش، همش ضرر آدم بینماز است.
انشاءالله من باز ضررهای اینها را برای شما جمعه آینده خدا خواسته باشد آگاه میکنم. الحال یک چند برادرهای ما و شما یعنی طلب دعا کردن، میخواهم در حق اونها دعا کنم. یک برادر من در دوشنبه که بی نهایت جوان مرد است و بی نهایت سهم کلان برای طالب علم ها میگذارد، کتاب ها میخرد به نام عارف که اون برادر من هست و طلب کردن که برادرها را التجا کن که من یک شخص بیمار هستم، در حق من دعا کنن. از این خاطر در حق این عارف جان دعا میکنیم که خدای مهربان این بنده خدا شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب روزیش بگردانی و هر یک همتی که در راه اسلام میکند خدا در نامه اعمالش کتابت کنی و خداوندا باز فرزندهای این عارف جان خدمتگار اسلام و خدمتگار پدر و مادرش بگردانی. آمین یا رب العالمین. و برادرمان شریف خان از این محله و یک خواهرمان رابعه و از ما طلب کردن که در حقشان دعا کنیم. خدای مهربان این بنده خود و این خواهر را خدای عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع و هر مشکلاتی که داشته باشند خدای مهربان مشکلات هاشان آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. یک برادرمان اینجا 100 سامانی برای همین تعمیر مناره، همین مناره که در این طرف است، یک استای یافتیم، همین در یک مبلغی کلان را نام گرفتند، 100 سامانی آورده داد است که در همین مناره صرف کنین و کسانی که اگر میخواهند که یعنی یاردمی در همین مناره کنند، این مناره هم خیلی زیبا می شود. اون صورتی که استا کشیده است خیلی صورت زیبا پیدا میکند. اگر یاردم کردنی باشد مرحمت میتواند که در ما مراجعت کند و این برادرمان هم 100 سامانی خیر کردن برای همین مناره که در حقشان دعا کنیم و همین طهارتگاه ما و شما به یاردم اجتماع شد. یعنی سومی کلان در اینجا صرف شد و الحمدلله امروز تیار است و خدمت ما و شما را میکند. اینا صدقه های جاریه هستند، یعنی صدقه های هستند که تو در قبر مردگی خوابی لیکن در نامه اعمالت ثواب این رفته ایستاده است. این مبلغایی که شما در مسجدها و در طالب علما صرف میکنین اینا برای شما صدقه جاریه هستند. اگرچه تو تا قیامت که مثال در قبر خوابی 100 سال یا 200 سال بعد تو قیامت هم که شود نامه اعمال تو هوی است و این ثوابش در نامه اعمال تو میرود. و اینجا یک برادر دیگرمان 2 قرآن آوردن، فردوس بوده است که در حق پدر و مادرش دعا کنیم. خدای مهربان پدر و مادر این فردوس جان خدا زنده باشند یا مرده باشند رحمت و مغفرتشان کند و خدای مهربان این فردوس جان هم خودش عمر دراز و تن صحت نصیب روزی بگرداند و این برادری که خیر کردن برای آبادی مناره خدا این خیرش به درگاهت قبول بگردانی و همچون صدقه جاریه در نامه اعمالش خدا کتابت کنی. آمین یا رب العالمین. اکی حاجی باترخانم در حق مادرشان گفتن دعا کنیم خدای مهربان مادر حاجی باترخان رحمت و مغفرت بگرداند و خود حاجی را خدای مهربان عمر دراز و تن صحت خدا نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن، خدا علمتان را زیاده گرداند. من میخواهم نامم را عوض کنم. من فیروز نام دارم، از روی کتاب نامم را عمر ماندم. البته عمر ارزنده است، فیروز این کسی بود که عمر را کشته بود، یعنی همون ابو لؤلؤ مجوسی همون نام اصلیش فیروز بود. خوب می شود که ما و شما نامهای اسلامی داشته باشیم. چندین بار من تکرار کردم، شما شرط نیست که یعنی دویده رفته همون پاسپورت ها و شهادت نامه هاتون عدیش کنید، بلکه شما خودتون اعلام کنید که نام من عمر است، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. این کرامن کاتبینه که در شانه های ما و شماست، اونا نام تو را از فیروزی خط میزنن و می نویسن نام این بنده خدا عمر است. و رو گوسفند کشتم از مکش خون بر آمد لیکن پا و دستش حرکت نکرد، آیا حلال است؟ این برادر یک گوسفند ذبح کرده است، در حالت ذبح از همان مکش خون بر آمده است لیکن پا و دست نزده است.
در فتواها میگوید، در فتوای هندیه میگوید که اگر مال را که شما ذبح میکنید، چی مرغ باشد، چی گوسفند باشد، چی گاو باشد، اگر مثل مال زنده از مکه او خون برآید، اگر چنده که پا و دستش حرکت هم که نکند، حلال است. و فی البزازیه و فی شرح تحاوی، یا از رد المختار صحیفه 217 است. خروج الدم لا يدل في الحياة إلا إذا كان يخرج كما يخرج من الحي عند الإمام وهو ظاهر الرواية. انا ظاهر روایت میگوید همین است که یعنی برآمدن دم، برآمدن خون، این دلالت نمیکند میگوید بر حیات همون حیوان، مگر هر وقتایی که خارج شود همچون که خارج میشود از زنده. یعنی اگر مابادایی که شما مالا میکشین خون میریزد، میگد این ریختن خون دلالت ندارد که وای مال زنده بود، بلکه اگر مثل مال زنده با همون یک شست و فشاری که از مکه او میپرد، ان همون خیل اگر جدا شود، این حالت اگرچه دست و پای اون حیوان حرکت هم که نکند، این حیوان حلال است. فهمیدین صورت مسئله؟ السلام علیکم داملای بهترین برای من و بلند بردارنده نام کلابشهر ما، آیا کدام اعضای حیوان حرام است و چند تا هست و در کدام کتاب هست؟ التماس با من خبر دهید. یعنی چند اعضا، چند عضو حیوان حرام است. این برادر بسیار خواسته است که حتی که چند تا هستند و در کدام کتاب هستند. همین فتوای درالمختاری که من میگویم، این بی نهایت شناخته شده فتوا است. این حتی مردم عرب هم دستگیری میکنند. بی نهایت فتوای با قوت و با نفوذ است. در صحیفه 219 همین در این باب چی میگوید؟ میگوید که 7 اعضای حیوان حرام است. 7 اعضاش کدامند؟ یکم خون مسفوح، خونی که از مکه حیوان میپرد، همان خونی که از مکه میپرد و اگر در بدن شما پرد، شما را بی نماز میکند و خود همون خونم حرام است. لیکن خونی که از در وقت گوش میده کردن میپرد و در پاچه شما میزند، وای بی نماز. چیزی که حرام است از حیوان خون مک. دوم آلت نرینه حیوان، اینم حیوان آلت نرینش حرام. سوم آلت حیوان مادینه، آلت همون حیوان مادینه هم سیم حرام. چهارم مایه او، مایه حیوان نرینه، چی آلتش چی مایه هر دوش حرام هستند. 4 تا. پنجم مسانه، یعنی مسانه همون ششدان میگیم و ششدان میگن، یعنی همون جای خچک، جایی که پیشاب همون حیوان جمع میشود. این پنجم چیزی که حرام است. ششم تلخه، تلخه در وجود حیوان بودن. هفتم غدک، غدک هایی که در داخل همون حیوان وجود دارد، انا همین ها حرام هستند. انا 7 اعضایی که در حیوان حرام است، انا همین ها است، دیگرش حلال است. داملای محترم، در بعضی مسجدها شخصان امامتی میکنند که سوره ها را بسیار غلط میخوانند. در پس آنها نماز خواندن جایز است یا نه؟ برای کسی که اگر غلطی امام میتونه گرفته و قرائت او نظر به قرائت امام بهتر است، نماز اون کس درست نمی شود. لیکن کسانی که غلط امام گرفته نمی توانند، از امام دیده اونها بی سوادترند، این حالت در نماز همه اونها از پس این امام درست می شود. امام کسی می شود که باید قرآن خواند، قرآن درست خواند. همین محراب هم امامتی هم همون ملا و همون پیشوای را می زیبد که علم داشته باشد. شرط نیست که وای باباش ایشان بود و باباش شیخ بود و آتش ملا بود گفته وای پیش آورده در محراب گذاشتن در کار.
محراب گفتند. محراب جای حربی با شیطان است. اینجا ارزنده کسی هست که باید که حقیقت اسلام میگد و کسی است که در اسلام خدمتگار است و کسی است که علم دارد. صاحب مختصر میگوید والاولا بالامامتی اعلم بسنتی ثم الاقرب ثم الاسن. صاحب مختصر خدا رحمت کند میگوید که کی امام شده میتواند، کی نماز مردم خوانده میتواند؟ کسی که عالم باشد، فرض، واجب، سنت، مکروه، مستحب و مباح و دیگر مسئله ها را در داخل نماز جدا کرده بتواند. بعد از آن قرائت داشته باشد، قرائت از مثل تجوید باشد، قرائت از روی دفتر و از روی مثال یگان از پیش خود اذیت کردگی نباشد، از پیش یک عالم گذراندگی باشد. بعد از آن باز پرهیزکار باشد. اینها می توانند که امامتی کنند. محترم داملای مهربان، الها سخنان شما را برا شود، الها هرگز خار نشوید و از خدای خود طلب میکنم. یک شخص قبل از اذان پیشین سنت پیشین را در خانه خواند، به مسجد آمد تا نماز فرض برپا شدن چند رکعت نافله خواند. آیا درست است یا نه؟ با احترام مخلص ارشدی شما. یعنی برای خواندن سنت اولا اذان شرط نیست. الاذان سنت للفرائض فقط فی وقتها. اذان چگونه ای که در باب اذان کتاب مختصر میگوید فقط برای نماز فرض است بس. فقط برای نماز فرض اذان داده می شود. اگر شما مبادایی که سنت بامداد در خانه وقتی که صبح میدمد میخوانید، اگرچه مؤذن اذان هم که نگفته باشد نماز شما درست می شود. اذان برای نمازهای سنت نیست. یا شما می توانید که در خانه 10 تکم یک 5 تکم یک پیش از اذان مؤذن نماز پیشین سنت چه خوانید. یعنی اذان فقط برای نماز فرض است و بس. برای همین کسی که در خانه می خواند باز آمده به مسجد می خواهد که یگان تحیه مسجد خواند یا نافله خواند یا قضایی خواند، جایز است برای او تا نماز، یعنی تا برپا شدن فرض می تواند که این نمازها را و ذکرها را انجام دهد. یگان خلل و زلل پیدا نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز، درباره سنت های مسافرتی آیا خوانده می شود یا نه؟ یعنی سنت هایی که در سفر. امروز من به شما خبر دهم که قول اصح همین است که امروز 96 کیلومتر الکی آدم مسافر میگرداند. اگرچه فتوای محمودی امروز حتی به 78 کیلومتر هم اجازت داده است، به 87 کیلومتر هم اجازت داده است، لیکن از روی حدیث هایی که پیغمبر جدا کردن امروز 96 کیلومتر اگر شما از خانه بیرون شدین شما مسافر هستید. شما نمازهاتون همون فرضها را 4 رکعته ها را 2 رکعت خواندن میگیرین. نمیگین قصر، بلکه هم میگین نیت کردم 2 رکعت نماز پیشین یا 2 رکعت نماز عصر. شرط نیست که 2 رکعت فرض قصر پیشین. این قصر در داخل این نیت جا کردن لازم نیست. خب و سنت های مسافرتی چگونه است؟ سنت های مسافرتی را اگر چند عزیزان ما و شما فقهای ما و شما گفتند، اگر گفته است یعنی شرایطش خوب باشد، هیچ ضرورت نداشته باشد، هیچ مشکلات بالاش نباشد، بهتر است که سنت ها را خواند. لیکن اگر مبادایی که در راه است سراسیمه هستند یا مثال مردم زیاد او را انتظار هستند، این حالت ها سنت ها را ترک کنند و فرض هاش خوانند و بس. این فتوای درالمختار صحیفه 585 در این موضوع هم گپ زدگی هست. میتونن به همین فتوا مراجعت کنند. یعنی حالتی ضرورت باشد، حالتی باران است، حالتی خنکی است، حالتی است که شما در اتوبوس نشستگی هستین، خب این حالت های در سمالیات سوار هستین، در پاییز سوار هستین، این حالت ها میتونین شما همون فرض هاش انجام دین. 3 رکعت فرض شام مثل خودش میستد، 3 رکعت وتر واجب مثل خودش میستد، فقط سنتاش در این حالت شما ترک میکنین. لیکن اگر حالت های خوب باشد، خانه داشته باشین،
این حالت ها در سنت ها را خوانیم، بهتر است، عبادت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس به این سوال من جواب دهید. دو جوان پسر و دختر می تواند که بیرازگی پدر و مادر نکاح کنند. امروز در همین شرایط ما نمی توانند. امروز بهتر و خوبتر همین است که کدام پسر و کدام دختری که به شوهر می براید یا زن می گیرد باید که رخصت پدر و مادر باشد. این رخصت پدر و مادر وقتی که رضاگی خداوند، رضاگی پدر و مادر باشد، پس آیا برای دختر، برای فرزند رضاگی پدر و مادر لازم نیست؟ آیا وای بیچاره 17 سال 18 سال این فرزند تربیت میکند با امیدی که مثال فرزندی خودش نکاح کند، فرزندی خودش مثال خانه‌دار کند، از اونها مثال خدمت چه از فرزندای او چه از فرزندش بیند، این چی است که مثال پدر و مادر درک ندارد و نکاح میکند، زندگی میکند. از این خاطر بهترین صورتش این است که با رضاگی پدر و مادر باشد، بی رضاگی پدر و مادر نکاح نکنید، زیرا که اون بختم نمی شود و حیاتم نمی شود. اگر چند فقیه های ما و شما میگویند که بی رضاگی پدر و مادر جایز است کردن، لیکن اگر پدر وقتی که آمد داماد دید که معقول نشد، حق دارد که نکاح اونها را بیکار کند. السلام علیکم داملای عزیز. من یکی از جوانهای کمبغل از شما خواهش برادری دارم که از گناههای خود پشیمانم و به نام پاکش قسم دعا کنید که گناه مرا خدا یکتا ببخشد و هیچگاه دیگر گناه نمی کنم. التماس داملای عزیز، پشیمانم. یعنی کدام برادری بوده است که گناه ها کردگی بوده است، امروز پشیمان شده است و در صف مسلمان ها در آمدن نماز می خواند و گفته است در حق من دعا کنید و خدا قسم دیگر گناه نمی کنم. این قسم اولا خوردن لازم نیست، زیرا ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو. البته بی گناه نمی شود، آدم گناه می کند و چنان خدای داریم که البته بعضی گناهایی که از ما و شما سهوا می شود، نافهمیده می شود، آنها را خدای ما و شما می بخشد. از این خاطر میلش امروز که پشیمان شدی، الکه همین پشیمانی تو خودش توبه است. بسیار نیک کردی، بسیار خوب آمدی. دعا کنیم که خدای مهربان گناههای این بنده تا خدای مهربان مغفرت بگردان و خدایا مسلمان حقیقیش بگردان و در اسلام خدمت کردن خدا بر این بنده خود موفق بگردان. آمین یا رب العالمین. بسیاری آدمالی توبه کنی و پشیمانی را نزد حضرت امیر جان دمی روان میکنند، حالا که توبه را نزد خدا کنین، فقط از خدا توبه کنین، پیش حضرت امیر جان رفته توبه نکنین، این در گناهگار میشوین. شما الکه این معنای را دارد که از خدا ده هم حضرت امیر جان شما بزرگ میشمارین، نزد خداوند توبه کنین. السلام علیکم بابای حاجی، خدا شما را نگهبان باشد. الها هرگز درد سرتان را نبینید. با احترام یک مخلص شما. از زن حرام پسرها به دنیا می آید و آنها می خوانند و ملا می شوند. آنها خودشان نمی دانند، لکن پیش در آمدن نماز جمعه را خواندن آیا اسلام برای اینها رخصت می دهد؟ البته رخصت می دهد. ما گفتیم که این فرزندی که از زنا تولد می شود و هیچ گناه ندارد، این خداوند در روز قیامت هم معاقبش نمی کند، عذابش نمی کند که تو از حرام تولد شدی، بلکه حرامی و بدبخت همون پدر و همون زن و همون مردی که این فرزند به دنیا آوردن، اونها بدبخت هستند، اونها در نزد خدا گناهگار هستند. این فرزند هیچ گناهی ندارد. این فرزند حقوق دارد که چی نماز جمعه باشد، چی نماز عید باشد، البته پیشوا شود، باکی ندارد اگر علم داشته باشد. مرد مرد در وقت ترکش برای خیر خدایش حق جدا کردن را شریعت اجازت می دهد. آیا برادر را یا پسرش را باید خیر احسان کند؟ یعنی هیچ وقت از مال انسانی که از دنیا میگذرد برای خیر احسان او مال جدا کردن نمی شود.
بلکه آن مالی که از همان پدر و مادر ما و شما میماند، اون فقط باید که وارثای او میراث میبرند. اگر پدر از دنیا گذرد، زن او، فرزندهای او مال او را میراث میبرند. دیگر یک قسمت مال او را برای خیر خداییش گفته جدا نمیکنند. این گونه در شریعت حکم آمدگی نیست. یکی اگر فرزندهای او از پیش خود برای همون خرسندی ارواح پدرشون اگر خیر احسان کنند، این در اسلام اجازت میدهد، اگر شرایط داشته باشند، اگر دستشان برسد. لیکن مخصوص از مال پدر، مثال اگر $500 از پدرش مانده باشد، $200 را جدا کنند که این برای پنجشنبگی ها و این برای چهلم و هفتمش و این $300 دیگرش برای زن و کودکاش تقسیم کنند، این نادرست است. همون $500 که مانده است همه را بین وارثاش تقسیم میکنند. خیر احسان چیزی که همون خودش به دستش کرده است، جزای همون در روز قیامت میبیند. این خیر احسان هایی که امروز ما میکنیم، هیچ پدر و مادر به امید نشود که خالی از ریا و خالی از زقیدن نیست. هیچ پدر و مادر بیچاره با امید نشوند. کدامی که میخواهد در قیامت سربلند شود، قبر او آرام باشد، در همین دنیا به دست خودت بکن. زیرا امروز چنان گرانی آمده است، چنان مشکلاتی آمده است که باور کنین دیگر ناعلاج خیر احسان میکنی. برای خدا نمیکنی، فقط برای مردم میکنی. برای همین این هیچ ثواب به پدر و مادر نمیرسد و هیچ اولاد نمیرسد. خوش به حال هم پدر و مادر که با دست خودشان چه عبادتی میکنن، چه خیر احسانی میکنن، انا اون فایده میکنن. امروز من میبینم بیچاره بسیاری جوان ها میان شکایت میکنن که پیش همین پنجشنبگی را بگیرین، پیش هفتم بگیرین، زور ما نمیرسد. لیکن چند درنده دیگر تیاری دارد که مثال باید که ما در همون خانه هجوم میکنن، 10 کس 15 کس نابسته وای از کجا میابد بیچاره، چیکار کنه وای سرسان و سرگردان به ملکای روسیه در زیر همون تحقیر کافرها شب روز بیچاره بیمار شدگی آمده شکم درنده ها را سیر میکنه. بسیار گناه است. باور کنین پدرها، این سخت نیست. باور که من از مهربانی به همه شما مراجعت میکنم که همین خانه ای که ندارد باید که همه کسا محاکمه که مجبور که نمانینش کردن. اگر چوندی میخواهد، اگر چندی که نمیخواهد، لیکن از برای شما میخواهد که باید طعنه نکنن که فردا مثال خیر احسان نکرد. لیکن میبینین همون شرایط ندارد، همون با همراهی وکیل و با همراهی همون ملایی که در محله است مجبور کرد که بچم نکنم این کاره. ثوابت میفارد، میلش این قوتت به همین یک سوزمه است، گفتی چیزا یگان قلمه است، یگان دانه دیگر در همون یگان همسایه برای دلت خرسند شدن تقسیم کن. بس شرط نیست این معرکه کلان آراسته کردن. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. یک برادرمان پیش از همین جمعه آمدن گفت که همون چیزی که در خدچه ها می نویسیم همش خوان داملا. یعنی در اونجا بعضی تعریفات هایی که میکنن من گفتم نمیخوانم، اون کس باشد داملا که مردم که دوست میدارن، مردم احترام میکنن، امرا خوان. گفته همون از ما التماس کردن، از این خاطر بعضی همون جمله هایی که درازبند درازی بد هستند، راستی بار وقتگیر هستند، من برای وقت میگیرد برای اون نمیخوانم. من 40 ساله عمر دارم و اولاد و اجدادمان بسیار است. از کلاب تا دوشنبه همه امان تو را دوست می‌داریم و احترام کرده کسیته ها را گوش میکنیم. دعای خیر به شما میدهم. یک سوال دارم داملای عزیز، در حیات غمدار هستم، بسیار غمدار هستم از حساب فرزندهایم. آیا درست است که من از خدا طلب کنم که تیزتر جانم را گیرد؟ از دنیا مانده شدم. با احترام مخلصی شما. یعنی بسیار از در اصل امروز غم و دقت همین مشکلات هایی که بالای ما و شما آمده است، باور که آدم وادار میکند که از همین دنیا بیزار می شود. وقتی آدم قرضدار می شود، وقتی آدم بیچاره بی وطن می شود، در بدر می شود، بعدا مجبور می شود که پروردگار آخی همین حیات برای من چی در کار است؟ خدایا از این گونه حیات برای من مردن خیلی بهتر است. گفته هر یک انسان از حساب همین معرکه های بی جای ما و شما، از همین آزارهای زیاد
عاقبت چی میشوند؟ دلمانده دنیا میشوند. اگرچند این برادر شکایت دارد که از فرزندهایم که فرزندهاش از دنیا میگذشته است و هرچی تلاش دارد صاحب فرزند نمیشود. فرزندهای بوایش هم از دنیا گذشتند، بسیار غمدار بوده است. لیکن من چی میگویم؟ تمنای مرگ پیغمبر خدا میگوید که راوی این حدیث هم ابو هریره است و لفظ بخاری هم است، حدیث متفق علیه هم است که رسول اکرم میگوید لا یتمنى احدکم الموت. هیچ بنده خدا حقوق ندارد در دنیا که آرزو کند که خدایا جان مرا بگیر. تمنا و آرزوی مرگ هیچ کدام ما و شما نداریم. خداوند این حقوق به ما و شما نداده است که شما از آن جهت که غمدار هستین، بیمار هستین، در بدر هستین، بازم این از خدا باز طلب کن که خدایا جان مرا بگیر. این در شما حقوق ندارین. زیرا پیغمبر خدا در دوام این حدیث چی میگوید؟ اما محسنا فلعله یزداد اما مسیئا فلعله یستعتب. اگر نیکوکار باشید شاید که نیکی های شما باز به مردم برسد. شما آرزوی مرگ نکنید. میگوید اگر ممکن که شما را خدا فعل خوب داده است، از فعل خوب شما چندین آدم دیگر بهره‌ور شود. شما نیکوکار باشین، از نیکی های شما چند آدم دیگر باز استفاده برند. اما مسیئا، اگر شما بدکار باشین شاید این که به سوی خدا توبه کنید. یعنی هیچ وقت مرگ شما طلب نکنید. عزیزان خدا در شعرها میگویند که هر درد و بلایی که از آسمان فتد اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر بلا، هر غم، هر مشقت، هر بیماری که خداوند از آسمان و می پرتاید، عزیزان ما و شما میگویند که اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. اول وی در خانه میزند که وی خانه نمازخوان هستند، با حیا هستند، خانه هست که شب خیز هستند، خانه هست که دائم به عبادت هستند، خانه هست که دائم در عبادت مشغول هستند. انا بلا اولین بار در انمیخ خانه ها مهمان می شود. از این خاطر من چی میگویم؟ من میگویم که این برادری که در این غم و دقت گرفتار است، تو هم یکی از بنده های نیکبخت خدا بوده ای. انشاءالله این غم و دقت تو همه دور می شود. این دنیا اونقدر دنیای نیست. انشاءالله در پیش شادی های زیاد داری. در قیامت انشاءالله گردن تو بلند می شود. این فرزندایی که از تو میگذرن همه اینها شفاعت کننده تو در روز قیامت می شوند. خدا رحمت کند. امام عبدالله ابن عباس در کتابا حکایه میکنند که چند وقت بیچاره خانه‌اش آمده بود. مثل همین فرزندای ما و شما که سرسان و سرگردان بیچاره ها، زنها و کودک ها را پرتافته و برای پنجشنبگی آتش و برای هفته آتش دیگر نه روسیه مانده است نه دولت های خارجه مانده است، در بدر شدند. عبدالله ابن عباس هم چند مدت بیچاره از خانه دور شده است. فرزندهاش یاد کرد، بار میگوید بعد به خانه آمد. بالا یک اسب میگد سوار بود عبدالله ابن عباس. از یک جویبار میگد اسبش گذشت کرد. از اون جانب یک مرد از همون همسایه‌داری هاشان پیش راه عبدالله را گرفت. گفت عبدالله گفت با تو گفت یک خبری ناخوش میدهم. حضرت عبدالله غمگین شدند، گفتند من چند مدت نبودم، این چی خبر باشد؟ گفت همان فرزند دوستداری که تو داشتی از دنیا گذشت. عبدالله که چند مدت فرزند ندیده بود. فرزند این میوه دل است. فرزند بی نهایت شیرین است. حضرت در حال از پایان شدن میگه دو جای نماز پرتافتن، دو رکعت نماز خواندن. این مرد بازگشته گفت عبدالله گفت من به تو خبر مرگ فرزند میدهم و در کار تو حیرت ماندم، تو باشی نماز میخوانی. حضرت عبدالله چی گفتن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین.
گوی بنده خدا گفت در اصل گفت این خبری تو گفت جگری مرا ریش کرد، این خبری تو مرا بسیار گفت ناراحت کرد، لیکن تو بیخبر هستی که خدا در قرآن گفته است این کسانی که ایمان بر خدا دارید هر وقتایی که طلب کمک میکنید، طلب یاردم از خدا میکنید، با نماز و با صبر کنید، نماز خوانید، صبر کنید، این حالت از خدای خود کمک طلب کنید. ان الله مع الصابرین، این حالت خدا همراه صابران است. از این خاطر این برادری که فرزند خود از دست میدهد غم دارد، دقت دارد، برادر عزیز باز من به تو خبر میدم که عزیزان میگوید در این عالم دلی بیغم نباشد، در این عالم دلی بیغم نباشد، اگر باشد دلی آدم نباشد. در عالم دلی بیغم نیست برادرای عزیز، اگر دلی بیغم هم که باشد شاعر میگوید دلی آدم نیست وای، اگر دلی آدم باشد وای البته غم دارد. خدا رحمت کند صاحب تذکرة الاولیاء را از ابن عطا حکایه میزند. دوستان خدا را بینیم، میگوید 10 فرزند داشت ابن عطا، 10 فرزند، و هر جا که سیاحت می برآمد همراه همین فرزنداش می برآمد. بار میگوید در بیابان با همراه این 10 فرزند 10 جگرگوشه خود به سفر برآمد. به ناگاه میگوید از پیش یک گروه رازنها اطراف ابن عطا را همراه این 10 فرزند احاطه کردند و مال ابن عطا را تله و تاراج کردند و برای آنه که هیچ شاهد نماند یک نفر در پیش پدر قتل میکردند. چه یک منظره مشکلی هست. شما تصور کنین که وقتی به خانه شما یک ظالم، یک دزد می درآید، مال و ملک شما را میگیرد و در نزد شما تمام فرزندهای شما را نابود میکند، چه مشکلات بالای شما می آید. ابن عطا میگوید با چشمهای خود نگاه میکرد، فرزند کلانیش قتل کردند. ابن عطا به آسمان نگاه میکرد و میخندید. دوم فرزند قتل کردند، حضرت لبخندش تماما گم نمیشد، خنده در لبه هاش پیدا شد. سوم فرزند قتل شد، آمد به 9م فرزند رسید. 9م فرزند در پیش ابن عطا به قتل رسانیدند و این فرزند که خردترین فرزند بود و دوست داشته ترین فرزند ابن عطا بود گشت گفت ای پدر، گفت بی رحم پدر بوده ای، 9 فرزند تو را در پیش تو قتل کردند، تو را باشد در لبهای تو خنده است، خنده تو اصلا از چهره تو کنده نمی شود، تو به سوی آسمان نگاه میکنی و میخندی، آیا خرسند شدی؟ ابن عطا چی گفتند؟ برابر شنیدن این فرزند آخر ابن عطا را میگه گریه فرا گرفت. حضرت میگه گریه کردند و گفتند که قسم به خدا، گفتند ای فرزند، ای جگرگوشه، گفتند در هر یک قتل شما گفتند چنان بی‌ضابطه می شدم، چنان ناراحت می شدم، لیکن چیکار کنم که آن ذاتی که تقدیر به این احوال کشیده باشد، چیکار کنم که این روز را که خدا بر بالای شما خواسته باشد با اون ذات جنجال کرده می شود. قسم به خدا گفتند 70 بار ای فرزند عزیز، گفت من به سوی خدا دعا کردم که خدایا فرزند مرا اقلا یک تش را نجات بده. از نزد خدا الهام می آمد که ابن عطا اگر لبخندی تو از لب تو گم می شود و اگر تو ناآرام و داد و فریاد زنی، قسم به جلال و عظمتم که از دیوان عزیزانم خط میزنم نامتر. دوستان خدا در اینها صبر کردند. ما بلا را به کس عطا نکنیم، ما بلا را به کس عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهری خزینه ماست، ما به هر کس گوهر عطا نکنیم. خدا میگوید ای بندگان خدا، شما در غم
شما در دادن فرزند، در بیماری شما داد نزنین، فریاد نزنین، زیرا هر بیماری و هر مشقتی که می آید همه این به اذن من می آید، به اجازت من می آید. من تو را دوست می دارم ای بنده خدا، من تو را دوست می دارم، این بلاها را بالای تو می آرم که تا که تو صبر کنی، تا که در این صبر من برای تو مکافات نصیب کنم، من برای تو اجری بیگران نصیب بگردانم. این است مقصد خداوند ما و شما. از این خاطر برادر عزیز هیچ وقت راه افتاده نشو. همه اینها را همچنان بدان که پروردگار تو را نظارت دارد و تو را امتحان میکند. اگر سوره بقره را تماشا کنیم، خدا در قرآن چی میگوید؟ ولا نبلونکم بشیء من الخوف، من الخوف، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. والثمرات، مقصد ما همین والثمرات است. خدا میگوید ای بندگان خدا، من شما را با 5 چیز امتحان میکنم. با چی؟ یکم که امام شافعی را من تفسیرش تماشا کردم، در همین آیت بسیار پسندم آمد، بسیار خوب تفسیر کردن. خدا میگوید من به خوف شما را، المراد من الخوف، امام شافعی میگوید الخوف من الله است. همین مراده که خدا میگوید من به خوف شما را امتحان میکنم، انمون خوف خداست. بالای شما هر گونه معرکه و منظره میارم، نظر میکنم که آیا از خدا میترسین یا نه. خب من الخوف والجوع، بالای شما رمضان میارم، ماهی رمضان میارم، آیا روزه را میگیرین یا نه. و نقص من الاموال، بالای شما در زکات فرض کردم، آیا زکات میدین یا نه. و الانفس، بیماری بالای شما میارم، آیا در بیماری صبر میکنین یا نه. و ثمرات، امام شافعی میگوید ثمرات، اگرچند که عرب ها ثمرات میوه را میگن، امام شافعی میگوید که انا همین ثمرات خدا انا اینجا فرزند در نظر دارد، که من از شما قبض روح فرزند میکنم، آیا در فرزند گرفتن شما صبر میکنین یا نه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله باوری دارم که هر برادری که این صحبت میشنود، سخن خدا و پیغمبر، از اینها باید عبرت گیریم، غمگین نشویم، باید که به اینها صبر کننده باشیم و این بلاها را برای خود یک گنجینه شماریم، یک خیلی اشیای قیمت برای خود حساب کنیم که خیلی ثوابهای زیادی دارد. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را بخیر بگرداند. بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که خداوند در او اجر داده است، در او ثواب داده است، این شنیدن امر معروف و نهی منکر است. خدای مهربان این ثواب امر معروف و نهی منکر را در نامه اعمال این گوش کننده ها کتابت بفرمایی. خدای مهربان این مردم ما را حقیقتا مسلمان کامل بگردانی و خدمتگار در راه اسلام بگردانیشان. و خدای تا دم آخر بهترین نعمت که ایمان است، اسلام است، ما را از ایمان و اسلام دور نگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین.